کوچولو بامزه رو میتونی تقریبا همه جای شهر به در و دیوار آویزون کنی و ازش استفاده کنی. مثلا اینجا تابلو ایستگاه اتوبوس، اینستا 360 تیری تازه اومده به بازار. البته تازه که نه، ولی 27 جون 2023 و اینکه قیمتش حدود 480 یوروه. خیلی چیز بامزه‌ایه. من اینو گرفتم که با هم دیگه بریم آنباکسش کنیم. خب بریم دیگه با هم دیگه بازش کنیم. آماده اید؟ من که خیلی هیجان دارم براش. به فقط نگاش کنید چقدر کوچیک و قشنگه. وای یه مگنت بامزه‌ای داره، میبینین؟ اندازه یه انگشتای دست منه. این خودشه، یعنی در واقع این گوتریه که پشتش حالت مگنتی داره همطور که میبینید. حالا اینو میتونیم دراریم و اینا. این دوتا گوشش هم که میبینید برای جاشه که بخواین یه جایی قرار بدین. حالا باید فشار بدیم اگه این دوتا مشکی ها رو ببینید. و میریم سراغ چیزای بعدیش. خب اینو که خیلی بهش نیازی نداریم. داریم میگه چیکار کنید چیکار نکنید. ما میذاریمش این گوشه. این خیلی چیز بامزه‌ایه. با این حالت مثل کلیپ استوری داره. شما میتونید اینو به هر جایی که بخواید بزنید و اینو اینجوری میکنید توش. همطوری که میبینید مگنتیه و این یکی از خفن ترین چیزا و ویژگی‌هاییه که این بامزه گوگلی داره. این از جاش بود. حالا میریم ببینیم توش باز چیا داره. خب این سیم شارژر تایپ C شه. و بعدی این یکی از خفن ترین ویژگی‌هاییه که گوتری داره. حالا الان بهتون نشون میدم که چرا میگم یکی از خفن ترین هاست. برای اینکه با این میتونید که به گوتریتون زاویه بدید. دیدید که گوپرو یا هر چیز دیگه یا که میذارید حالت مگنتی صافه همونطوری که اینو دارید میبینید این صاف نیست و یه زاویه‌ای داره. شما میتونید این گوتری رو بردارید، حالا به صورت زاویه دار اینو بذارید. اگه میخواین دوربینتون رو به پایین باشه یا حتی اگه میخواین دوربینتون رو به بالا باشه. و این واقعا یه چیز خیلی ساده و فوق العاده کاربردیه. خب یه برچسب بامزه که همیشه با جنسای مدلی میاد. یه سری از دفترچه‌ها که بخواد بهتون توضیح بده دقیقاً چی هست چی نیست که ما باز اینو میذاریم این گوشه کاری نداریم. میریم سراغ اصل مطلب و اصل مطلب دقیقاً خودشه. همونطوری که میبینید اسم این اکشن پادشه و الان من اینو در میارم براتون نشون میدم. این اکشن پاد خیلی راحت اینم مثل میبینید وای، یعنی فوق‌العاده ترین حالتش اینه این مگنتی بودنشه و اینکه برخلاف گوپرو اینا که یه چیز خیلی کوچولویی این رو داره، این صفحش به این بزرگیه و من اگه اینو بخوام براتون باز کنم صفحش خیلی بزرگه همطوری که میبینید و میره بالا که شما بتونید که خیلی واضح تر خودتون رو ببینید. و یه چیز بامزه دیگهش اینه که از iOS 11 به بعد میتونید راحت اپش رو توی گوشیتون بریزید و به گوشیتون وصل شید و از طریق گوشیتون ببینید و هدایتش کنید. خود گوتری حدود 45 دقیقه باتری داره و میتونه فیلم برداری کنه و این جاش که بهش میگن اکشن پاد اینم حدود 170 دقیقه شارژ داره و شما میتونید که در واقع اینو بذارید این تو و شارژش کنید. این یه چیز بامزه دیگه شه که همطوری که میبینید وصل میشه به یه پایه. پشتش پیچ داره. اینم یکی از پایه های دیگه شه که باهاش اومده. اینم حالت مگنتی داره. وای چقدر مگنتش قویه واقعا. البته من یه ذرم دست میترسم که خیلی سفت ازش استفاده کنم، ولی میبینید مگنتش واقعا قویه.
یو خدا خیلی سفته. این دقیقا برای همون دوتا مشکل دقیقا همون جایی بود که بهتون گفتم اینو نگه داره سفت و اینو بتونین بزنید به همه جا، میتونین وصل کنید و باهاش برید این ور اون ور و اصلا نمیفته. یعنی به هیچ عنوان میبینی با دست هر چقدر من فشار میدم یعنی خم شد ولی این نیفتاد. خب رسیدیم به خفن ترین چیزی که باهاش میاد و خیلی کاربردیه. اینو مثل حالت گردنبند میندازین گردنتون و اینکه اینم حالت مگنتی داره. اینو میندازید زیر لباستون، گوتیریتون رو میندازید روش بدون اینکه استرس داشته باشید که این قراره بیفته. خب من دکمه پاورش رو زدم، روشنش کردم و میگه این دوتا رو به هم وصل کن. صفحه این پشت رو در آوردم و همونطور که میبینین جاش با این یکیه. من الان اینو میذارم اینجا و این دکمهش رو زدم. فکر کنم که الان باید وصل بشه. وصل شد. چقدر راحت بود. فکر کنیم من هیچی رو ازش نخونده بودم. زبانش رو انتخاب میکنیم انگلیش نکست. خب حالا بعد من اپلیکیشنش رو دانلود کنم. خب آقا اپش رو دانلود کردیم. با چه چیزای هیجان انگیزی داره نشون میده. یعنی یک درصد فکر کنیم من بتونم همچین ویدیو رو بگیرم. بعد میگه داری، میگیم داریم. بلوتوثش هم روشن میکنیم همه اینا. بعد میذاریم که بره تو اپ. بالاخره وصل شد. وای چقدر قشنگه، چقدر ذوق کردم. اگه همجوری که نگاه کنید میبینید حالتهای مختلف عکس برداریشو، فیلمو. خب به نظر من از گوپرو کوچولوتره ولی یه ذره خب پهن‌تره. واقعا این موضوعش خیلی خوبه که اینجا بتونی خودتو کامل ببینی. خیلی بهتر از اینه که توی گوپرو واقعا این مشکل هستش که انقدر کوچولویی و چشت ریس کنی کجا افتادم کجا نیفتادم و اینکه اینجوری میتونی راحت‌تر خودتو ببینی. یکی از چیزای بامزه‌ای که داره اینه که میتونی اینو جدا کنی از دستت، بری اونور مثلا با این دوربینه بگیری و اینکه از این گوشه حالا خودت یا هر کسی که دوست داری تصویر رو ببینن و حتی با اپلیکیشن گوشیتونم میتونید قشنگ ببینید و تنظیم کنید. خود این یعنی اکشن پاد حدود 65 دقیقه طول میکشه که شارژش فول شه و این گوتیری گوگلی یه چیزی بین 35 دقیقه که یکی از خفن ترین حالت هایی که داره به نظر من که گوپرو کم میاره در مقابلش همین شارژشه. این که شما بدونید استرس نگیرید و بدونید که هر چقدر از این استفاده کنید این هست که بخواد اینو شارژ کنه خودش خیلی خوبه. یکی از استرس های من توی ولاگایی که میگیرم همیشه اینه که یا لمه با خودم باتری ببرم. چرا؟ چون گوپرو شارژش زود میره و تموم میشه و استرس داره این موضوع. واقعا یکی از بهترین وسایل جانبی که باهاشه همینه که قشنگ خیلی راحت شما این بند اینجوری میکشید ازش بیرون اینجوری و در میاد و حالا به اندازه گردنتون اگه فکر میکنید بلنده کوتاه یا هرچی میتونید دوباره کوتاه‌ترش هم بکنید و بندش خیلی راحت میره سر جاش. میبینید مثلا من میخوام تا این تیکه گردنم بیفته و خیلی شیک و مجلسی میندازمش این پایین و بس واقعا ببینم که اذیت کننده میشه یا نه و خیلی راحت چسبید دیگه. اصلا هیچ استرسی نداری که وای این بیفته نیفته چون واقعا سفته، مگنتیش خیلی زیاده و خیلی کوچولوه. من اصلا احساس نمی کنم دوربین به من وصله. عجوبش اینه یه چیز فوق العاده ساده پلاستیکی طور که قشنگ میتونه زاویه دوربین تو عوض کنه. میتونی بیاد رو به بالا، رو به پایین یا مدل‌های مختلف. اینم حالت مگنتی داره و خیلی راحت به این میچسبه. من دارم برعکس میچسبونمش و به خاطر افرادی مثل من که اشتباه نکنن 2 تا حالت چشم گذاشته اینجا که یعنی اینوری نچسبون که اینجوری کجی بشه. لطفاً دقیقا همینجوری بچسبونش که صافتونه بهش بخوره. خیلی احساس میکنم قرار بیفته ولی نه. یه ذره مگنتش دارم اینجوری که میبینیم با دست قشنگ میتونه تکون بخوره. یعنی این مگنت اینکی خیلی واقعا کمتر از اینه. این قشنگ سفته، میبینید خیلی سفته.
اینش یه ذره بد بود این حالتش، ولی این فوق‌العاده است. یکی از چیزای باحالی که داره اینه که دیدی اصولا بند و سیم و اینجور چیزا همیشه با هم گره میخوره موقعی که میخوای استفاده کنی، ولی این خیلی راحت میره اینجوری سر جاش و هیچ گره‌ای هم توش وجود نداره. خیلی کاربردی و خوب بود اینش. به نظر من یکی از پوینت‌های مثبتش اینه درسته که مثلا باندل داره گوپرو، یعنی باید خودت جدا تقریبا بخریش دیگه وسایل جانبیشو، ولی این وقتی خودش با جعبه خودش یه دونه از اینا میاد و یه دونه این که میتونی بذاری سر کلاهت یا خیلی جاهایی که خیلی نازکه میتونی از این استفاده کنی و 2 تا چیز دیگه هم باهاش میاد. این خودش خیلی بصرفه تر میکنه قضیه رو، چون هر کدوم از اینا رو تو گوپرو بخوای بخری قیمتش خیلی میره بالا، ولی این خودش داره تو جعبش و به نظر من این جزو یکی از پوانای مثبتشه که گوپرو نداره. میبینین قشنگ چیزایی که میتونید که استفاده کنید و میذاره. قشنگ اینجا چف شد. حالا من میخوام باز کنم. یه 2 تا حالت دکمه‌طوری داره که 2 تاشو با هم فشار بدم این باز میشه و این فقط مگنتش میمونه. تا الانش به نظر من این خیلی جذاب تر از گوپرو بود، چون به خاطر وسایلش و کوچیک بودنش و صفحه نمایش بزرگش از هم بتونی جدا بشه و اینو تنهایی ببری یا هزار تا چیز دیگه. یه چیز مهمتر میمونه اونم از نظر تست و کیفیتشه. میگم حالتهای مختلفی داره مدل فیلم برداریش، یه سری حالتها داره که گوپرو نداره. با هم دیگه بریم بیرون تستش کنیم. 2 تایشون تو قسمت اولتران، یعنی خیلی دور و وای چه رنگی داره اینه که این تو حالت فریم معمولیشه که همه دوربینای عادی یا همه چیو میگیرن، یعنی آسمونی که من دارم تو این میبینم و تو صفحه گوپرو واقعا نمیبینم. خیلی برام عجیبه. و حالا اگه بخوایم بریم راه بریم جاده رو ببینیم، آسمون رو ببینیم، و لرزشش رو چک کنیم. این رنگی که دارین ازش میبینین رنگ نرمالشه، میتونیم رنگش رو تغییر بدیم ولی همه چو استاندارد گذاشتم. وای خدایا چقدر اینجا قشنگه. و اینکه الان داریم با قسمت و یعنی در واقع حالت فری فرمش میگیریم که تو خونه بهتون میگم چجوریه. بذار ببینیم فوکوسش چجوریه. من احساس میکنم اینجوری که دارم میبینم احساس میکنم که رنگ این با گوپرو خیلی متفاوت تره، خیلی شادابتر و بهتره. خیلی ذوق دارم که اینو ببرم توی کامپیوتر بذارم فیلم ها رو و ببینم که قرار این فری فریمی که هست چجوری بشه. حالت لرزش دوربینو من گذاشتم تو های، یعنی خیلی بالای بالا. حالا قرار بدویم، من بدم، تینم بده دنبالمون، ببینیم که لرزش کدومش بهتره، یعنی کدومش بیشتر لرزش رو میگیره. متنفرم از این قسمتش. بریم. خب حالا تست بعدی خودم قراره بدوم و فقط شما قراره زاویه جلو رو ببینید. خب قراره با هم دیگه بدویم، یه ذره زاویه این ور رو ببینیم و ببینیم که حالت دویدنش چجوریه. خب من اینو گذاشتم قسمت سلفی، قسمت ویدیو و یه قسمت داره به نام ولاگ. گذاشتم اونجا ببینیم که توی قسمت چجوری ازمون میگیره. میخوام یه ذره بچرخم و حالا از همین زاویه همین دوربین گوپرو رو میگیرم. حالا میخوام ببینم که اگه توی این حالت توی قسمت تاریک باشم که آفتاب نیست گوپرو چجوری قراره منو بگیره. و دقیقا تو همون مسیر همونجور که میبینین گوپروم دستمه، سریع عوض کردم ببینیم که تستش که نور نباشه چجوریه و قراره منو چجوری بگیره. خب حالا با هم دیگه میریم تست صدای اینستا 360 رو داشته باشیم. مدلای مختلفی داره که مثلا باد بیاد نیاد، این قسمت نرمالشه و ببینیم که صدای من داره چجوری ضبط میکنه.
و دقیقا حالا همین اتفاق داره برای گوپرو میفته. داریم میبینیم که صدای ما از گوپرو چجوری میاد. خب اینجا هم الان داریم تست دوربین میریم که توی محیط شلوغ و خیلی سر و صدا و اکو صدام قراره چجور بیاد. من سعی میکنم از حالت عادی یه ذره بلندتر صحبت کنم تا ببینیم که صدامون به چه صورته، بهتر از گوپرو یا نه. دقیقا همون تست رو این برم انجام میدیم ببینیم که صدای من چجوری قراره بیاد و احساس کنم این با گوپرو وایدتره یا اینکه شاید چون تصویرم خیلی کوچولو دارم میبینم این حسو دارم. یه چیز خیلی جالب و هیجان انگیز دیگه ای که این دوربین داره اپشه. برای ادیت ویدیوهاتون میتونید از اپ خودش استفاده کنید و خیلی آپشنای بامزه‌ای داره. باید برین تو سایت خودش و همونطور که این صفحه رو میبینید اولین گزینه برای اندروید و آی او اس و مدل‌های مختلفی هست، ولی وقتی میایم پایین مدل دسکتاپش هست که بخواید دانلود کنید. خب برای استفاده از این اپلیکیشن باید بیاین اوپن فایل رو بزنید و یکی از این فایلایی که با دوربین گرفتید رو انتخاب کنید. با مزگی این میدونید چیه؟ این یکی از ویژگی‌های خیلی خفنه که به عنوان یه ولاگر خیلی خوبه که داشته باشین. میتونید اندازه و سایز ویدیوتون رو متفاوت تر کنید بر اساس جایی که میخواین آپلود کنید. میبینید مثلا سایز ریلز و اینستاگرام داره، این سایز پست اینستاگرامه، این هم برای یوتیوبه. حالا ما اگه اینو بزنیم جلوتر یه حالتی که داره، چون از طریق فری فریم گرفتم میتونم یه کاری کنم که تصویر رو جابجا کنم و این موضوع واقعا خفنه. میبینید میتونم بالا پایین اینجوری کنم تصویر رو. شما کدومش بیشتر خوشتون اومد؟ اینستا 360 یا گوپرو؟ من خودم شخصا گوپرو رو بیشتر دوست داشتم، ولی از حق نگذریم که اینستا 360 هم خیلی چیزای خفن دیگه ای داشت. نظرتون رو برای من حتما کامنت کنید و بگید که چی دوست دارید براتون آنباکس کنم. حالا هر چی باشه، لپتاپ باشه، گوشی باشه، دوربین باشه، هر چیز تکنولوژی که دوست دارید حتما زیر کامنت کنید که من بدونم. میبوسمتون 1000 تا ویدیو بعد. بای. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that